پرسیدن که تو این فصل پاییز چطوری کنده‌هایی که ملکه ندارن یا ادغام کنیم. ما حالا کنده رو شروع کردیم به بازدید کردن. بعد اینایی که حالا ملکه‌های قدیمی بودن، پیر بودن، نتونستن خودشون رو جمع کنن و داریم جمع جورشون میکنیم، داریم ادغامش میکنیم. این حالا اصلاشو برداشتیم، شفیره‌هاشو برداشتیم، ملکش هم پیر بود کشتیمش. این جمعیت مونده. این جمعیت رو الان میخوایم ببریم بدیم به یک کندوی دیگه، چون این کندو خودش هم متوسط بود. شفیره‌هاشو دادیم به کندو بغلی. بعد اینو میخوایم الان ادغامش کنیم. چطوری؟ الان اول صبح زنبور پروازش به شدت پایینه. حالا میشه یا غروب این کار انجام داد یا صبح زود. حالا ما غروب چون وقت نداشتیم بیایم دیگه، الان اومدیم که حالا ساعتهای 8 صبح دما هم پایینه، میشه این کارو انجام داد. این کندومون 5-6 قاب بود، جمعیت خوبی هم داشت. حالا اونو میخوایم بیاریم به این ادغام بدیم. یه توری از اینا ما میندازیم، توریای خیلی خوبیه. بعد میریم همونو با همون سیستمی که هست برمیداریم میاریم میذاریم روش. این زنبور نه اونجا دیگه خفه میشه، نه مشکلی واسش پیش میاد، هیچی. فردا صبح میایم یه گوشه از این تور رو میدیم بغل تا این زنبورا رفت آمد کنه. به همین راحتی. تمام. تو دوره خیلی از اینا توضیح دادیم.